حدوداً در چین آنها تابع بازی‌های سیاست میشن. وابسته از اون که کدام هدف رو اون جانب بگیری. تحلیل مسائل سیاسی و بازگوی راه و روش کشورها در برنامه نبض سیاست از رادیو تاجیکستان. حقیقت و دروغ در شرایط شدت جنگ‌های اطلاعاتی مواد رسانه‌ها را چگونه باید تشخیص کرد؟ البته یک بار فهمیدن که این خبر دروغ است یا راست خیلی مشکل است. برای این باید شخص سواد رسانه‌ای داشته باشد، شخص جامعه‌بینی وسیع داشته باشد. آیا در مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان آموزش سواد رسانه‌ای ضرورت دارد؟ سواد رسانه‌ای همچون یک بخشی پداگوژیک محسوب می شود. این چیز ضرور است با خاطری که حاضر جامعه همین تقاضا میکند که مردم باید دونن که با اونها چه تاثیر رسانده می شود. زیرا پیشنهاد تأسیس انجمن رسانه‌های کشورهای آسیای مرکزی در پس‌منظر جنگ‌های اطلاعاتی جهان. همه اون اطلاعاتی که درباره آسیای مرکزی پخش و پخش می‌شود و نه همیشه به منفعت خود جامعه‌ها و دولت‌های آسیای مرکزی است. برای همین سرجم نمودن ظرفیت‌های موجوده در سمت رسانه‌ها. درود. در برنامه امروزه اوید با پیامد جنگ اطلاعاتی و ضرورت دانش‌های رسانه‌ای خواهیم گفت. چرا این موضوع مهم است و در شرایط امروزه دانستن کدام جنبه‌های فضای خبری ضرور دانسته می شود؟ پیامد این روند با افکار جامعه چه تأثیر دارد؟ پاسخ این و چند سوال دیگر را در برنامه نبض سیاست تحلیل و بررسی خواهیم کرد. فعلا در شرایط امروزه جنگ اطلاعاتی که در یک وقت هم خبری واقعی و هم خبری دروغ از جانب وسایل اخباری عامه پهن می شود، امنیت جامعه را خللدار می نماید. با گفته محققان ساحه، معلومات دروغ را در جنگ اطلاعاتی دزینفورماسیا می گویند. توسط دزینفورماسیا یعنی خبری دروغ، جنگ اطلاعاتی عملی می شود. البته به طور مغرضانه بررسی نمودن رویدادها نیز به شعور جامعه تأثیر منفی می رساند. طبیعی است که پس از نشر این و یا آن خبری تحریف شده در ذهن مخاطبان وضعیت همانگونه که در مواد خبری بازتاب می گردد همان طور شکل می گیرد. طور پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان جاوید مقیم می گوید در وضع کنونی جهانی شوی و رشد واسطه‌های اطلاع رسانی کشورهای قدرتمند پی پیاده نمودن اهداف خود هستند. او در خصوص عنصرهای خاص جنگ اطلاعاتی و هدف عملی نمودن آن در صحبت با ما چنین گفت: اصلا بگیم که ترغیبات فقط با واسطه رسانه نه، واسطه کینوفیلم ها، واسطه اسپکتاکل ها، عموما با عملهای رسومی و غیره عموما میتواند پهن کرده شود. این بسیار بگیم که فراگیر است. او طرز اصولهای پهن کردن ترغیبات و جنگ اطلاعاتی بگیم. باید بگیم که در تاجیکستان خیلی دیر 7 نوامبر سال 2003 کنسپسیای امنیت اطلاعاتی قبول شده بود و یک سال بعد 30 یونی سال 2004 برنامه امنیت اطلاعاتی به تصویب رسید و باید بگیم که در همین کنسپسیا و در همین برنامه معین شده است که برای پیشگیری برای تامین امنیت اطلاعاتی عملی شوند و اگر همین نکته‌ای که در همین برنامه و کنسپسیا هست عملی شوند، من باور دارم که آسیب‌پذیری کمتر می شود. مثلا یکی از عامل‌های اساسی تامین امنیت اطلاعاتی این با مردم دسترس بودن اطلاعات است و اطلاعات واقعی. متاسفانه نه همیشه این چیز عملی می شود. همین عامل‌ها باعث می‌گردد که مردم به رسانه‌های خارجی رو می‌آورند. خب البته با کی تاثیر رساندنشون ممکن است؟ البته با اون قشرهایی که نسبتاً سواد رسانه‌ای ندارند، اونایی که کمتر جامعهشون کمتر است و قابلیت مثلا تحلیل کردن اطلاعات رو ندارند، با اونها بیشتر تاثیر میکنند. مخصوصا اینو چه صورت میگیرن چنین خبرها؟ این خبرها هستند که با
احساسی مردم تاثیر میرسونن و مردم دیگر فکر نمیکنن که این چی است، اصلا تحلیل نمیکنن و به همین باور میکنن. مورد به ذکر است که فعلا بین دولت‌های ابرقدرت جنگ خبری در مرحله اوج قرار دارد و این روند به افکار مردم اکثر کشورهایی که رسانه‌های ملی‌شان به طور ضروری رشد نکرده است اطلاعات نادرست تحمیل می شود. به گفته بختیار قطب‌الدینوف دکان فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان، امروزها توسط رسانه‌های کشورهای ابرقدرت بر ضد کشورهای کوچک و ناآرام جنگ‌های اطلاعاتی پیش برده می شوند که آن را می توان جنگ روانی نیز نام برد. در اینجا هدف‌های ژئوپلیتیکی از طرف دولت‌های ابرقدرت به خوبی طرح‌ریزی شده به مفکوره آدمان با واسطه ترغیبات سیاست و استراتژی خود می‌خواهند افکار معین را جایگیر سازند. جنگ اطلاعاتی در شرایط امروزه اکثرا در میان اون کشورهایی که منفعت‌های ژئوپلیتیکی، منفعت‌های استراتژی خود را در مناطق گوناگون پیاده ساختن می‌خواهند صورت می‌گیرند و برای همگان معلوم است که در جنگ‌های اطلاعاتی یا اینکه در منفعت‌های استراتژیک ژئوپلیتیکی همیشه نقطه‌های ضعیف یا اینکه معمولی که به یک اصطلاح عقب مانده گرفتار می‌شوند. این جنگ‌های اطلاعاتی معمولاً یک چیز می‌خواهند که باید نقطه محوری تبدیل سیاست‌های جهانی خود را یک نوع صاحبیت پیدا نمایند و کشورهای ضعیفی که در این ردیف می‌توانند مواجه با این گونه جنگ‌های اطلاعاتی شوند. ما این را پیش از همه گفته می‌توانیم که هوشیاری سیاسی یا اینکه جهانبینی سیاسی عامه در برگنده این موضوع‌ها شده می‌توانند. جنگ‌های اطلاعاتی هم می‌توان توأم ساخت آنها را به چندین نوع اکستریمیسمی که امروز در جهانی سیاست یا اینکه در شرایط جهانی شوی معمولا اعتراف گشته است پیدا نمود، یعنی اکستریمیسم ملی، اکستریمیسم سیاسی و اکستریمیسم دینی و از همه شگفت‌آور یا اینکه یک نوع باعث الان برای کشورهای شرق است که امروز بیشتر اکستریمیسم دینی یادآور میشوند، اما یک نوع پوشیده یا اینکه در زیر نقاب از اکستریمیسم سیاسی صرف نظر می‌نمایند. اکستریمیسم سیاسی آن همون اکستریمیسمی هست که با قول مطرح کنندگان سوال نیست آن ابرقدرت‌هایی که جنگ اطلاعاتی را در دست دارند. آنها با هر گونه نقاب‌ها، با هر گونه طرح‌ها می‌بینیم که در چندین کشورها با یک شیوه خاص آتش جنگ رو فروزان نگاه می‌دارند یا اینکه مناقشه‌های مذهبی رو به میان می‌آورند، یعنی که از یک شاخه اکستریمیسم سیاسی میتوان اکستریمیسم مذهبی و دینی را پیدا نمود. خب به طور خلاصه گفتن ممکن است که جنگ‌های اطلاعاتی امروزه دامن پهن کرده ایستادند و پیش آمد یا اینکه دورنمای سیاست جهانی امروزه در شرایط جهانی شوی خیلی مرکب است، آن را مشخص بیان نمودن نیز دشوار میباشد و این را گذشت وقت نشان داده میتواند. واقعا طور محققان ساحه ابراز می‌دارند فعلا جنگ‌های اطلاعاتی از زاویه‌های گوناگون طرح‌ریزی می‌شود. در این برابر مشاهده می‌گردد که بیشتر وقت وضع سیاسی، دینی و روند دموکراتیایی کشورها از جانب سازمان‌های خاص رده‌بندی می‌شوند و آزادی‌های دینی و مذهبی جامعه‌ها را زیر سوال می‌برند و چنین نتیجه‌گیری به طور گسترده در رسانه‌های معتبر جهانی بازتاب می‌گردد. به گفته محقق دیگری ساحه اطلاعات فردوس نظام، این روند نیز جزئی از جنگ‌های اطلاعاتی به حساب می‌رود. رده‌بندی‌هایی که صورت می‌گیرد و در همین رده‌بندی‌ها باید بگیم که مقصد همین رده‌بندی‌ها پهن کردن یا با وجود آوردن یک مفکوره در مقابل یک کشور، یک جامعه یا یک حوزه کشورها هست که رده‌بندی‌ها انجام می‌شوند و همین در رده‌بندی‌ها انتقال داده می‌شوند از طریق وسایل اخبار عامه. در نتیجه قدرت‌هایی که در پشت همین رده‌بندی هستند از واسطه‌های می‌خواهند که خواسته‌های خود در این یا آن کشور پیاده کنند. ولی گپ اساسی این است که همین رده‌بندی‌هایی که صورت می‌گیرند تا کجا واقعی هستند
مثلا اکثر همین ردبندی ها بر اساس سیاست کشورها طرح‌ریزی میشوند، بر اساس قانونگذاری که در آن کشور است، در اساس برخوردی که اون کشور به این اون مسئله دارد انجام میشوند، اما در رسانه ها طور پرداز میشود که گویا همین ردبندی ها حقیقتی کلند. همین است که اکثر کشورهایی که اعتماد ندارند به همین ردبندی ها عموما از بسیار زاویه ها به اعتبار نمیگیرن ردبندی ها را، مثل روسیه، مثل چین، مثل هند، حتی در بعضی موارد مثل جمهوری اسلامی ایران، کشورهای قزاقستان، که در همین کشورها حتی علنا اعلان کردند که ما همین ردبندی ها را یک نوع ابزاری برخوردهای ژئوپلیتیکی و سیاسی میدانیم و این در واقع به یک ابزار مؤثر جنگ‌های اطلاعاتی تبدیل یافته است. فراموش نباید کرد که در صورت کم توجهی در فضای اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان امکان بیشتر شدن مواد مغرضانه از نظر دور نیست. در بیشتر مورد گروه‌های منفعت‌جو از فضای خالی اطلاعاتی استفاده نموده کوشش تبلیغ اهداف غرضناک را میکنند. پس برای درک فضای اطلاعاتی و فهمش مواد مغرضانه چی باید کرد؟ در شرایط اوج جنگ‌های اطلاعاتی مواد رسانه‌ها را چگونه باید تشخیص کرد؟ پروفسور ساحه ژورنالیستیک جاوید مقیم در رابطه با سوال مطرح چنین پاسخ داد: البته یک بار فهمیدن که این خبر دروغ است یا راست خیلی مشکل است. برای این چیزی که من گفتم باید شخص سواد رسانه‌ای داشته باشد، شخص جوابینی وسیع داشته باشد. مثلا خودی من میبینم خبرایی که خوب از جنوب اوکراین یک چی میگن، جنوب روسیه چی دیگر میگن، من بغیر این باز دیگر شبکه‌های تماشا میکنم و بعد تحلیل کردم بخصوص میگم که کدوم اینو راست میگه. بعضا در وای رسمی اطلاعات رسمی نمیگن اون چی شده است، ولی بعضا در گزارشایی که پخش میشوند از هم گزارش معلوم میشود که یک طرف دروغ گفته است. بعد میگم ها اینو دروغ گفته بودن. بعد رسانه‌ای که پخش میشد کدام از کدام رسانه مثلا خبری درست شنیده ممکن است. البته رسانه‌ای که بی‌طرف باشد، رسانه‌ای که با کسی خدمت نمیکنه، یا نه با این گروه نه با گروه دیگر. یادآور می‌شویم که در مؤسسه‌های تعلیمی برخی کشورها به خاطر تشخیص مواد رسانه‌های خبری و مضمون و ماهیت سینما، فیلم‌های تصویری، نمایشنامه‌های تئاتری و دیگر عنصرهای افکارساز درس سواد رسانه‌ای تعلیم داده می‌شود. ضرورت آموزش این فن در آن ارزیابی می‌گردد که جامعه فریفته خبرهای بیرونه نگردند و حقیقت را از دروغ جدا کرده توانند. اینجا سوال مطرح می‌گردد که آیا در مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان نیز آموزش سواد رسانه‌ای ضرورت دارد؟ یک شوگم که واقعا در امریکا این از سال 60 و در اروپا شروع شده بود آموزش سواد رسانه‌ای، تا اینکه مردم درک کنند که اونها رو مثلا فریب نکرده ایستادن. در روسیه این سال‌های اول سال 90 شروع شد. این هم بولای‌هایی بود که از خارج ملاقات میشد، شروع شد و در بعضی دانشگاه‌ها درس هم میگن. این سواد رسانه‌ای یک همچون یک بخشی پداگوژیک محسوب میشود و درس داده میشد. در ما همچنین کوشش‌ها هست، پیشنهاد شده بود با وزارت معارف، ولی حالا معلوم نیست که قبول کردن یا قبول نکردن آموزش سواد رسانه‌ای. ولی این چیز ضرور است با خاطری که حاضر جامعه همین تقاضا میکند که مردم باید دونن که با اونها چی تاثیر رسانده میشه، زیرا واقعا سال به سال جنگ اطلاعاتی افزوده شده است و این فقط نه اینکه از جانب یک مثلا گیم رسانه کشور بر خود رسانه میاد، بلکه این از جانب گروه‌های گوناگون، گروه حزب‌ها، اونایی که منفعت دارن که تفکر مردم رو دیگر کنند صورت گرفته میتواند. برای همین هم باز ضرورتی سواد رسانه‌ای به وجود میاد.
امنیت اطلاعاتی جزئی امنیت ملی است و حفظ فضای رسانه‌ای وظیفه مهم به شمار می رود. یادآور می شویم که اخیراً ضمن جلسه سران کشورهای آسیای مرکزی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمود که در فضای اطلاعاتی آسیای مرکزی اسوسیاسیای واسطه‌های اخبار عامه تأسیس داده شود. کارشناس امور منطقه شیرعلی رضاییان اوید به مهمیت تأسیس چنین اسوسیاسیا و نقش آن در تأمین ثبات فضای اطلاعاتی چنین ابراز نظر نمود. در سخنرانی راهبر دولت وقتی درباره اساسناکنی همین تشبث میرفت ذکر شد که همه آن اطلاعی که درباره آسیای مرکزی پهن و پخش میشود و نه همیشه به منفعت خود جامعه ها و دولت های آسیای مرکزی است. برای همین سرجم نمودن ظرفیت های موجوده در سمت رسانه ها این میتواند یک اقدام خیلی جدی باشد، چونکه فضای اطلاعاتی دولت های آسیای مرکزی، فضای اطلاعاتی دولت های علاقیده مثلا تاجیکستان، اگر در فضای اطلاعاتی تاجیکستان مقام پیشبر و رسانه های غیر ملی یا بیرونه داشته باشند، همین شرایط در کشورهای دیگری منطقه نیز به مشاهده میرسد. و از همین حساب وقتی ما درباره اهمیت پر کردن فضا با کانتنت ملی، با یک مطلب هایی که بازگو کننده هدف ها و منشأت های درازمدت این کشورها باشند و رسانه های این دولت ها یا رسانه های منطقه به حیث ابزار جنگ اطلاعاتی جانب ها و کشورهای دیگر استفاده نشوند، این نکته بسیار مهم است. تمایل وسعتیابی مبادله به‌حد و مرز اطلاعاتی، رشد اینترنت، کارکرد و پخش برنامه و اخبار و گسترش علاقه محوره‌ای، امکانیت‌های شبکه تلویزیونی و تکنولوژی کامپیوتری فاصله فضا و وقت و مکان و زمان را کوتاه کرده بر روندهای سیاسی و اجتماعی و تفکر انسانیت تأثیر عمیق می‌رساند. البته این در حال می شود که قوه اطلاعات بهر بهبود بخشی جامعه و سازندگی روانه گردد. فعلا ضرورت پیش آمده است که در شرایط شدت گرفتن جنگ‌های اطلاعاتی اودیتوریا حقیقت و دروغ را باید توسط دانش‌های رسانه‌ای تشخیص نماید، زیرا تأثیر اطلاعات مغرضانه و تحریف شده جبران ناپذیر است. شما برنامه نبض سیاست را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. تا نشرهای بعدی خیر.